تو این ویدیو میخوام 5 تا راهکار عملی و واقعی برای افزایش اعتماد به نفس بهت بگم. تا آخر ویدیو با من همراه باش. سلام، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. من هدیم و اینجا هدتاکه. من اینجا هر موضوعی رو که یاد بگیرم و به خودم کمک کنه رو به شما هم یاد میدم. اول از همه بیایم بگیم مثلا اعتماد به نفس چی هست. اعتماد به نفس باور من به خودم و توانمندی های خودمه. پس یعنی من اگر خودم رو نشناسم، اگر راجع به خودم چیزی ندونم و اطلاعاتی راجع به خودم نداشته باشم، قاعدتا نمیتونم اعتماد به نفس داشته باشم، مگر اینکه اعتماد به نفس کاذب داشته باشم. بدون اینکه کسی رو بشناسی نمیتونی دوستش داشته باشی. من تا وقتی با یه نفر شروع نکنم به آشنا شدن، شروع نکنم به شناختن اون آدم، نمیتونم اونو دوست داشته باشم. پس من قبل از اینکه شروع کنم به اعتماد کردن به خودم، باید شروع کنم به شناختن خودم که ببینم آیا این کسی که من میخوام بهش اعتماد کنم اصلا قابل اعتماد هست یا نه. من یه مثال میزنم. فکر کنید که با یکی از دوستاتون قرار میذارید که از این هفته سه‌شنبه به مدت 3 ماه هر روز برید باشگاه با هم دیگه. شما سه‌شنبه بهش زنگ میزنید، میگید من دارم میرم باشگاه، آماده بیام با هم بریم؟ میگه نه امروز خستم، امروز کار دارم نمیرسم. خودتون تنهایید. فردا دوباره بهش زنگ میزنید، میگید امروز دارم میرم باشگاه، بیام با هم بریم؟ اوکی؟ میگه نه امروز خستم، امروز حال ندارم، امروز کار دارم، بهونه میاره، نمیام. روز سوم دوباره زنگ میزنید، بیا با هم بریم باشگاه، آماده ای؟ من دارم میرم. میگه نه امروز کار دارم، سرم شلوغه، نمیام. روز چهارم دوباره همین، روز پنجم دوباره همین، روز ششم دوباره همین. و بعد از یک هفته، بعد از 2 هفته شما دیگه به اون آدم زنگ نمیزنید. وقتی هر روز تکرار میشه، شما به زنگ میزنید و میدونید که این قراره بهونه بیاره و باشگاه نیاد، به بهونه‌های مختلف، کار دارم، درس دارم، خستم، حال ندارم، باشگاه نمیاد و شما اعتمادتون رو نسبت به اون آدم از دست میدید. حالا اعتماد به نفس چجوری از بین میره؟ اعتماد به نفس اینجوریه که من به خودم قول میدم که از شنبه رژیمو شروع کنم، اما خبری از رژیم نیست. من به خودم قول میدم که از هفته دیگه تولید محتوا رو شروع کنم، اما هفته دیگه هم خبری از تولید محتوا نیست. من به خودم قول میدم که از امروز باشگاه رو شروع کنم، اما خبری از باشگاه نیست. من رفته اعتمادم رو نسبت به حرفای خودم و اعمال خودم از دست میدم. پس اعتماد به نفس این مدلی از بین میره که من به خودم قول‌هایی میدم و زیر اون قول‌ها نسبت به خودم میزنم. حالا ما میخوایم بگیم که چیکار بکنیم که این اعتماد به نفس افزایش پیدا کنه. اولین راهکاری که وجود داره برای اینکه اعتماد به نفس من افزایش پیدا کنه اینه که اول از همه خودم رو بشناسم. چرا؟ چون که آدم تا قبل از اینکه کسی رو بشناسه نمیتونه بهش اعتماد بکنه، نمیتونه دوستش داشته باشه. شما با یه نفر توی خیابون هم کلام بشید در حد چند کلمه، آیا میتونید بهش اعتماد کنید و بچه‌تون رو پیشش بذارید؟ نمیتونید. آیا شما به یه نفر تو خیابون میتونید اعتماد کنید که همه طلاها و وسایلتون رو پیشش بذارید؟ نمیتونید. ولی به یک آدمی که باهاش آشنا شدید، اونو شناختید و اون آدم اعتمادتون رو جلب کرده میتونید اعتماد بکنید. میدونید که این آدم معتمدیه، آدم مطمئنیه، من میتونم بهش اعتماد کنم و وسایل مهمم و گوشیم و طلاهامو پیش این آدم بذارم. پس من اول اون آدم رو شناختم و بر اساس شناختی که ازش داشتم اعتماد من رو جلب کرده. و این موضوع کاملا در رابطه با ارتباط من با خودم هم وجود داره. پس قبل از هر چیزی من باید شروع کنم به شناختن خودم. چجوری؟ راههای خیلی مختلفی داره. شروع کنید به تست های روانشناسی زدن. شروع کنید به تست های مختلف، تست MBTI، تست دیسک، تست گاردنر، تست EQ، هوش هیجانی. برید توی اینترنت سرچ کنید، بزنید تست دیسک، تست MBTI، تست های روانشناسی، تست های خودشناسی. شروع کنید به شناختن خودتون. شما بعد از شناختن خودتون کم کم به خودتون علاقه پیدا میکنید و رفته اعتماد به نفس شما افزایش پیدا میکنه. چرا که شما دارید کم کم با خودتون آشنا میشید. اینکه شما الان اعتماد به نفس ندارید خب طبیعیه، شما شناختی راجع به خودتون ندارید، شما توجهی به خودتون و حالاتتون نمی‌کردید، حالات روانیتون رو نمی‌شناختید، علایقتون رو نمی‌شناختید، سلیقه‌هاتون رو نمی‌شناختید، فقط داشتید اونا رو زندگی می‌کردید بدون اینکه بهشون آگاه باشید و روشون تمرکزی داشته باشید. از این به بعد در حین اینکه داریم اونا رو زندگی می‌کنیم قراره اونا رو بشناسیم، شناساییشون کنیم و باهاشون آشنا بشیم. شناخت اینکه آیا من درونگرام یا برونگرا، شناخت اینکه آیا من روحیه انعطاف پذیری دارم یا روحیه منضبطی دارم، شناخت اینکه آیا من آدم پرحرفی هستم یا آدم کم حرفی هستم،
خیلی از این چیزا رو شاید ما بدونیم، شاید به خیلی از این چیزا آگاه باشیم اصلا، اما اینکه ما روش تمرکز بکنیم و شروع بکنیم به عمیقاً شناختن ویژگی‌های شخصیتی خودمون، باعث میشه که رفته رفته من نه تنها به خودم علاقه پیدا میکنم، خودم رو میشناسم و در نهایت میتونم که به خودم اعتماد هم بکنم. پس مورد اول، شروع کنید به خودشناسی. مورد دوم، پذیرش تمام چیزی که من هستم. من قبل از اینکه بخوام تغییری توی خودم ایجاد بکنم، اول میام خودم رو میشناسم و بعد از اینکه اون رو شناختم، اول از همه میام اون رو میپذیرم این چیزیه که من هستم. اگر چاقم، اگر دماغم گنده است، اگر وزنم زیاده، اگر قدم کوتاهه، اگر خوب صحبت نمی‌کنم، اگر اعتماد به نفس ندارم، تمام اون چیزی که هستم رو میپذیرم. این چیزیه که من هستم و بعد از اینکه پذیرفتمش به دو بخش تقسیم میکنم اون ویژگی ها رو. بخشی که قابل تغییره و بخشی که تغییر ناپذیره. خود قابل تغییر من میشه وزن زیادم که میتونم باشگاه برم، رژیم بگیرم و وزنم رو کم کنم. خود غیر قابل تغییر من میشه مثلا وقتی که من با رنگ پوستم مشکل دارم، من زیادی سفیدم یا زیادی رنگ پوستم گندمی و تیر است. این چیزیه که من نمیتونم توش تغییر ایجاد بکنم. توی قسمت اول چیزایی که از من قابل تغییر میاد شروع میکنم به برنامه‌ریزی برای کمی تغییر دادنش و توی بخش دوم شروع میکنم به تلاش برای پذیرفتنش. چطوری بپذیرمش؟ برید بگردید کسایی که اون ویژگی رو دارن و بسیار دوست داشتنی هستن رو پیدا کنید. ممکنه سلبریتی باشن، ممکنه نویسنده باشن، ممکنه اینفلوئنسر باشن، اصلا فرقی نمیکنه. شما برید بگردید و ببینید که این آدم با این ویژگی هایی که من دارم و دوستش ندارم داره بهترین زندگی رو میکنه، بسیار اعتماد به نفس داره، بسیار طرفدار داره. و خیلی از چیزایی که ما باهاشون مشکل داریم قاعدتاً یه بعد ذهنی داره، از یه ریشه‌ای توی کودکی نشأت گرفته. یه جای نفری همچین حرفی به من زده که باعث شده من از رنگ پوستم دیگه خوشم نیاد و اون رو وقتی بهش آگاه بشید شاید ساده به نظر بیاد، اما رفته رفته توش تغییر ایجاد میشه. پس مورد دوم این که شروع کنید به دسته‌بندی ویژگی‌هایی از خودتون که قابل تغییر هستن و بتونید تغییرشون بدید و ویژگی‌هایی که قابل تغییر نیستن و اونها رو بپذیرید. مورد سوم که از مهماست، کنترل کردن گفتگوهای ذهنی یا سلف تاک. شاید براتون عجیب باشه که گفتگوهای ذهنی قدرت بسیار بالایی دارن، به شکلی که ثابت شده نشخوار فکری منفی 7 برابر بیشتر از افکار مثبت و گفتگوهای مثبت ذهنی تاثیرگذاره. یعنی اگه من یک بار به خودم بگم من زشتم، با 7 بار که بگم من خوشگلم برابری میکنه. پس مواظب گفتگوهای ذهنیتون باشید، کنترلش رو دست بگیرید، نذارید اون شما رو افسار کنه، نذارید اون شما رو کنترل کنه. هر جایی که پیش اومد اعتماد به نفستون اومد پایین، احساس کردید که نشخوار فکری داره میاد سراغتون، احساس کردید که عزت نفستون داره تخریب میشه و شروع کردید به نشخوار فکری، مثلا دستتون میخوره جلوی جمع نوشابه رو میریزید، به جای اینکه درونن شروع کنید به اینکه دست و پا چلفتی، بازم گند زدی، این چه وضعشه، حواست کجا بود، به جای اینکه درونن شروع کنید به این گفتگو درون خودتون، شروع کنید به گفتن اینکه اشکالی نداره که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، حالا اتفاقی نیفتاده که الان جمعش میکنم، الان تمیزش میکنم. حتی اگر درونن به شدت احساس شرم داشتید، به شدت احساس بد داشتید، اما گفتگوی ذهنیتون رو کنترل کنید، نذارید اون شما رو افسار کنه، اجازه بدید با گفتگوهای مثبت حال روانتون تغییر بکنه. اینم یکی از اون چیزاییه که خیلی ساده به نظر میاد، اما بعد از یه مدت که شروع کنید به کنترل کردن سلف تاک با خودتون، تاثیرش رو میبینید. شما نزدیکترین فرد به خودتون هستید. شما تنها کسی هستید که توی شبایی که تا صبح تو اتاقتون رو تختتون گریه کردید پیش خودتون بوده. شما تنها کسی هستید که توی تمام مشکلات همراه خودتون بوده. آیا لیاقت کسی که اینقدر همراه شما بوده، اینقدر پایه شما بوده، اینقدر کنار شما بوده اینه که شما باهاش اینطوری صحبت کنید؟ معلومه که نه. اینکه چون خودتونید حق دارید هر طور که دوست دارید با خودتون صحبت کنید، اشتباه ترین چیزیه که راجع به خودتون فکر می‌کنید. شما مهمید، برای خودتون ارزش قائل باشید. با گفتگوهای ذهنی منفی خودتون رو تخریب نکنید، خودتون رو تحقیر نکنید، به خودتون اجازه زندگی کردن بدید، به خودتون اجازه خطا کردن بدید. اینکه یه جای اشتباهی میکنید، خودتون با حرفای خودتون رو سرکوب بکنید، هیچ تاثیر مثبت توی زندگی شما نمیذاره. پس گفتگوهای ذهنی منفی رو برای همیشه تموم کنید. نشخوار فکری خیلی وقتا از افکار منفی که درون ذهن ماست نشأت میگیره. ما قرار نیست افکار منفیمون رو سرکوب بکنیم. افکار منفی دشمن ما نیستن. افکار منفی برای محافظت از ما خودشون رو نشون میدن. ما افکار منفی رو سرکوب نمی‌کنیم. ما اونا رو استخراج می‌کنیم، بررسی می‌کنیم و اگر داشت زیاده روی می‌کرد، اون رو کنترل می‌کنیم. به عبارتی اگر بخوام افکار مثبت و منفی رو به زبان ساده بهتون بگم،
افکار مثبت برای ما هواپیما میسازن و افکار منفی برای ما جلیقه نجات میسازن. افکار مثبت ما رو پرواز میدن، اما افکار منفی برای محافظت از اون لحظه هایی که ممکنه ما آسیب ببینیم فکر میکنن، کار انجام میدن، تلاش میکنن که ما یه زمانی توی آسیب قرار نگیریم. پس ما سرکوبشون نمیکنیم، استخراجشون میکنیم، بررسیشون میکنیم و اونا رو کنترل میکنیم. تکنیک چهارم، اقدامات کوچیک کوچیک در جهت اهدافمون. هدف کلیتون رو بررسی کنید. ببینید اون هدف چه پیش نیازهایی داره. مثلا هدف من اینه که یه سخنران بزرگ بشم. پیش نیازهای لازم برای یه سخنران بزرگ شدن چیاست؟ اول از همه این که من باید فن بیان خوبی داشته باشم. دوم این که من باید اطلاعات دقیقی داشته باشم. سوم این که باید فرد تاثیرگذاری باشم. چهارم این که باید صدای خوب و دلنشینی داشته باشم. بعد از اینکه من استخراج کردم که برای تبدیل شدن به اون خود آرمانی و خود ایدئالم چه پیش نیازهایی وجود داره، شروع میکنم به اقدامهای کوچیک کوچیک در رابطه با اون هدف بزرگم. مثلا یه دونه ویدیو توی یوتیوب در مورد فن بیان میبینم. شروع میکنم یه دونه کتاب 30 صفحه‌ای 40 صفحه‌ای در رابطه با تخصصی که میخوام راجبش سخنرانی بکنم میخونم. توی یوتیوب سرچ میکنم چطور تاثیرگذار باشیم و در نهایت همه اینا باعث میشه که من به جای اینکه اون هدف بزرگم که مثل یه فیل هست رو یه دفعه‌ای ببلعم، میام کوچیک کوچیکش میکنم به قطعات کوچیک و اون فیل رو راحت میتونم بخورم. اما اگر بخوام یه دفعه‌ای اون فیل رو ببلعم، قطعا نمیتونم این کار بکنم. پس به طور هوشمند میام اون هدف خیلی بزرگم و چشمانداز بزرگم رو به تیکه‌های کوچیک‌تر تقسیم میکنم و در نهایت این باعث میشه که من همین که در طول مسیر رسیدن به هدفم قدم بردارم، کم کم و رفته رفته اعتماد به نفس در من شکل میگیره، چون من دارم اقدام میکنم. هر اقدام من یه بازخوردی به من میده و در نهایت باعث میشه که همه اون اقدامات و بازخوردها به من اعتماد به نفس بده. این که من احساس بکنم در راستای هدف خودم قدم کوچیکی برمیدارم باعث میشه که اعتمادم نسبت به خودم بیشتر بشه. این راهکارها 100% عملی هستن. اگر فقط گوش بکنید، اگر فقط بخونید، به هیچ نتیجه‌ای نمیرسید. اعتماد به نفس با کتاب خوندن و مقاله خوندن و ویدیو دیدن شکل نمیگیره. باید اقدام کنید. اگر اقدام کنید من به شما تضمین میدم که نتیجه میگیرید. تکنیک بعدی، از خودتون مراقبت کنید. هر چقدر که ما عزت نفس بالاتری داشته باشیم، بیشتر از خودمون محافظت میکنیم، بیشتر مراقب خودمون هستیم. این مراقبت به مفهوم اینکه گارد داشته باشم نیست. مراقبت در برابر تمام ورودی‌ها چه چیزایی هستن؟ مثل فیلمایی که میبینیم، مثل پادکستایی که میشنویم، مثل موزیکایی که میشنویم، مثل چیزی که میخوریم، مثل کسایی که باشون صحبت میکنیم و حرفشون رو میشنویم. هر آدمی به میزانی که عزت نفس داره روی ورودیاش حساسه. ورودیاتون رو کنترل کنید. حرفای هر کسی رو نشنوید. هر کسی که تو زندگیتون هست، دوستتونه، فامیلتونه، همکلاسیتونه، شروع میکنه به گفتن بدبختی‌های زندگیش، هر اتفاقی که میفته شما رو سطل آشغال خودش میکنه و مستقیما زنگ میزنه به شما و هر اتفاق بدی که توی زندگیش افتاده رو برای شما تعریف میکنه رو جلوشو ببندید. اجازه ندید شما رو سطل آشغال خودش بکنه. هر فیلمی رو نبینید، برای چشماتون ارزش قائل باشید. هر موزیکی رو گوش نکنید، هر پادکستی رو گوش نکنید. تحقیق کنید. قبل از اینکه اون فیلمو ببینید، برید راجبش بخونید. ببینید ژانرش چیه. ببینید کیا اونو معرفی کردن. این فیلم سلیقه چه کسی بوده. براتون مهم باشه که چه چیزی وارد ذهنتون میشه. شما تا وقتی که ورودی‌های درستی نداشته باشید، به هیچ عنوان نمیتونید خروجی‌های درستی داشته باشید. پس رو ورودیاتون حساس باشید. هرچه حساس‌تر روی ورودیاتون باشید، خروجی‌های بهتری دارید و اعتماد به نفس شما به شدت میره بالا. مورد آخر که خودم خیلی دوستش دارم. این کارو حتما باید انجام بدید. یه دفترچه کوچیک بردارید و شروع کنید به درست کردن یه لیست از دستاورداتون. قرار نیست کارهای خارق العاده‌ای که کردید رو بنویسید. کوچیک‌ترین کارها رو هم بنویسید. مغز ما خیلی ساده، خیلی راحت تمام کارهای مثبتی که ما کردیم رو فراموش میکنه و دائما گندایی که زدیم رو تو ذهنمون میاره. برای اینکه صرفاً به هدف بقا طراحی شده، برای محافظت کردن از ما، تمام ویژگی‌های منفی رو میگیره و دائما اونا رو نشخوار میکنه. من به جای اینکه بذارم افسارم دست ذهن و مغز تکاملیم بیفته، من افسارم رو دست میگیرم و شروع میکنم به نوشتن یه لیست از تمام دستاوردهایی که توی زندگیم داشتم. دستاوردهای ارتباطی، دستاوردهای مادی، دستاوردهای معنوی، دستاوردهای شخصیتی. وقتی من خودم رو با 5 سال پیشم مقایسه میکنم، میبینم دارم یه مقدار بهتر از 5 سال گذشتم صحبت میکنم. این یه دستاورده. این که من به دوستای قدیمم نگاه میکنم و میبینم الان چه دوستای خوبی دارم، این خودش یه دستاورده. داشتن دوستای خوب یه دستاورده. مادی مثل اینکه من تونستم برای خودم یه گوشی بخرم، این که تونستم برای خودم یه تیکه طلا بخرم، این که تونستم درآمدم رو
2% افزایش بدم. معنوی مثل قوی شدن ارتباطم با خدا، اینکه نماز خوندن رو شروع کردم، مدیتیشن رو شروع کردم، مراقبه میکنم. شخصیتی مثل اینکه یه اقدام کوچولو در رابطه با هدفم کردم، اینکه یک صفحه کتاب خوندم، اینکه یه ویدیوی آموزشی در رابطه با هدفی که در بلند مدت دارم دیدم. همه اینا یک دستاورد محسوب میشه و باید وقت بذاری و بشینی به طور دقیق فکر کنی، دونه به دونه دستاورداتو بنویس و اون لیست رو همیشه پیش خودت داشته باش. هر موقع که احساس کردی من چه آدم بدبختیم، من چه آدم به درد نخوریم، برو اون لیست رو نگاه کن، برو اون لیست رو ببین و لذت ببر از اینکه این همه دستاورد داشتی و حواست باشه که چه ذهن پدر سوخته‌ای داری و هیچ وقت نمیذاره تو به اون جایی که تو ذهنت برسی، چون اون فقط طراحی شده برای اینکه بقای تو رو تضمین کنه، نمیذاره که تو پیشرفت کنی. اون برای پیشرفت طراحی نشده، تو برای پیشرفت طراحی شدی. پس افکار ذهنتو دست بگیر و اجازه نده که اون با افکار منفی تو رو کنترل کنه. در رابطه با افزایش اعتماد به نفس خیلی 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 تکنیک و راهکار دارم، ولی نمیدونم که چقدر ممکنه مورد استقبالتون قرار بگیره. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایکش کنید، به من فیدبک بدید، توی کامنت ها نظراتتون رو بگید. اگر براتون مفید بوده، اگر دوست دارید ویدیوهای بعدی در رابطه با عزت نفس و اعتماد به نفس بذارم، حتما توی کامنت ها بهم بگین. و خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهم بودید و من شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم. بای بای.